سلام، امروز میخوایم بریم سراغ ادامه فصل 42. خیلی این فصل ضد زنه، در موردش صحبت کردیم هفته پیش و حالا امروز میخوایم بریم سراغ ادامه فصل. ادامه فصل رو با همون مثالی که از یوسف و کورسوف گفته شروع میکنه، یه حکایت رو میاره. بریم با هم بخونیم. گویند در روزگار بنی اسرائیل فرمان چنان بود که هر که 40 سال تن خویش را از گناه کبایر نگه داشتی و روزه داشتی و نمازها به وقت خویش بگزاردی و هیچ کس را نیازردی، 3 حاجت او به نزدیک خدای عزوجل روا بودی و هر چه خواستی میسر گشتی. در آن روزگار مردی بود از بنی اسرائیل، پارسا و نیکمرد، نام او یوسف، و زنی همچون او پارسا و مستور، نام او کورسوف. این یوسف بر این گونه 40 سال طاعت کرد خدای را عزوجل و این عبادت را به سر برد و با خود اندیشید که اکنون چه چیز خواهم از خدای عزوجل، کسی بایستی که با او تدبیر کردمی تا چیزی خواسته شدی که بهتر بودی. هرچند اندیشید کس موافق یادش نیامد. در خانه شد، یعنی به خانه رفت. چشمش بر زن افتاد، با دل گفت در همه جهان مرا کسی دوست‌تر از این ندارد و جفت من است و مادر فرزندان من است و نیکی من نیکی او باشد و مرا از همه خلق بهتر خواهد بود، صوابتر که این تدبیر با او کنم. پس زن را گفت بدان که من طاعت 40 ساله به سر بردم و 3 حاجت من رواست و در همه جهان مرا نیکخواه‌تر از تو کسی نیست. چه گویی؟ چه خواهم از خدای عزوجل؟ زن گفت دانی که مرا در همه جهان تویی و چشم من به تو روشن است و زنان تماشاگاه و کشتزار مردان باشند و دل تو همیشه از دیدار من خرم باشد و عیش تو از صحبت من خوش بود. از خدای تعالی بخواه تا مرا که جفت تو هم جمالی دهد که هیچ زن را نداده است، تا هر وقت که از در آیی و مرا با آن حسن و جمال بینی دل تو خرم شود تا ما را در این جهان زندگانی باشد به خرمی و شادی به سر بری. مرد را حدیث زن خوش آمد، دعا کرد و گفت یا رب این زن من را حسنی و جمالی ده که هیچ زن را نداده ای. ایزد تعالی دعای یوسف را اجابت کرد. زن او دیگر روز نه آن زن بود که به شب خفته بود، یعنی خوابیده بود. صورتی گشته بود که هرگز جهانیان به نیکویی او ندیده بودند و یوسف که او را بر آن جمال بدید متحیر بماند و از شادی در پوست نمی گنجید. و این زن را هر روز جمال و نیکویی همی افزود. در 1 هفته حسن و جمال او به جایی رسید که هیچ بیننده در او تمام نتوانستی نگریستن. 1000 باره از ماه و آفتاب نیکوتر و از حور و پری لطیفتر و زیباتر. خبر نیکویی او در جهان بپراکند. زنان از شهر و روستا و از دور جایها به نظاره او همی آمدند و به تعجب باز همی گفتند همی روزی این زن در آینه همی نگریست و آن جمال به کمال خویش میدید و در نگار صورت روی و موی و لب و دندان و چشم و ابروی خویش تماشا میکرد. عجبی و کبری در دل آورد و منی کرد و گفت، منی کرد یعنی یه غروری توی وجودش به وجود اومد. امروز در همه جهان چون من کیست و این حسن و جمال که مراست که راست؟ یعنی چه کسی زیبایی من رو داره؟ من چه در خورد این مردکم که نان جوین خورد و آن نیز نیم سیر بود و از نعمت دنیاوی بهره ندارد و زندگانی به سختی میگذارد. من در خورد پادشاهان و خسروان روی زمینم. اگر بیایند و مرا در زر و زیور گیرند، از این معنی هوس و تمناها در سر این زن شد و بیفرمانی و لجاج و ستیزه‌کاری پیش آورد و سقط گفتن، یعنی دشنام دادن و حرف بد زدن و جفا کردن بر دست گرفت و هر ساعت شوی را گفت، یعنی به شوهرش هر لحظه میگفت من چه در خورد تو باشم که تو نان جوین چندان نداری که سیر بخوری. 3-4 کودک طفل داشت از این یوسف، دست از داشتن و شستن و خورد و خواب ایشان بداشت و از بدسازی به جایی رسید
که یوسف از او به جان آمد و ستوه شد، یعنی خسته شد و سخت اندر ماند. روی به آسمان کرد و گفت یا رب، این زن را خرسی گردان. این زن در وقت خرسی گشت و نکال شد، یعنی دچار عقوبت و عذاب شد و همه روز در گرد در و بام میگشت و هیچ از آن سرای دورتر نشد و همه روز آب از چشم همی دوید، یعنی گریه میکرد. و این یوسف در داشتن کودکان خرد و ایشان را شستن و خورانیدن و خسبانیدن، یعنی خواباندن، چنان درماند که از طاعت و پرستش خدای عزوجل باز ماند و نمازش از وقت میشد. دیگر باره درماند و عاجز شد. ضرورتش بدان آورد که روی به آسمان کرد و دست برداشت و گفت یا رب، این خرس گشته را زنی گردان چنان که بود و دلی قانعش بده تا بر سر این کودکان خرد باشد و می باشد و تیمار ایشان می دارد چنان که می داشت، تا من بنده به عبادت تو خدای کریم مشغول گردم. در حال این زن همچنان که بودی زنی گشت و به تیمار کودکان مشغول گشت و هرگز از این حال یاد نیاورد و پنداشت که آنچه دیده است در خواب دیده است و 40 سال عبادت یوسف هباء منثور شد، یعنی مثل یه غبار پراکنده‌ای شد. و هبته گشت به سبب هوا و تدبیر زن و بعد از ایشان این حکایت مثلی گشت در جهان تا نیز کسی به فرمان زن کاری نکند. خب باز هم برداشت‌های منفی خواجه نظام‌الملک رو می‌بینیم از زنان، ولی خب چاره‌ای نیست. حکایت رو من براتون میگم که چه اتفاقی افتاد. میگه که در روزگار بنی اسرائیل یک چیزی بود، یک حالت ادعای، حالا یک مسئله مطرح شده بود که هر کسی که 40 سال عبادت کنه میتونه هر چیزی که از خدا بخواد اون رو براش 3 خواستش رو برآورده میکنن و یک مردی که خیلی عبادت کرده بوده، 40 سال عبادت کرده بوده، میدونسته که الان میتونه خواستش رو به خدا یا از خدا بخواد و مطرح کنه و فکر میکنه، میبینه که به جز زنش کس دیگه ای نیستش که باش مشورت کنه و نزدیکتر از اون کسی وجود نداره. میره پیش زنش و میگه که من به نظرت مثلا از خدا چه چیزی رو بخوام. زنش میگه که خب من و تو که همیشه با همیم و زنها در واقع به نوعی تماشاگاه و کیسار مردانند و بدون اونها دلشون خرم نیست و از خداوند بخواه که به من یه زیبایی رو بده که مانندش توی جهان نیست. و این زن رو مرد همون یوسف دعا میکنه، زنش اسمش کورسوف بود اگه درست بگم، دعا میکنه که زیبا بشه و زیباییش توی همه جهان یه مثالی میشه که همه توی زیبایی این اون متحیر میشن و مردان و زن از سراسر جهان میان که زیبایی این زن رو ببینن و وقت به نوعی زیبایی اون رو مغرور میکنه، با خودش میگه که چرا من باید با همچین مردی زندگی کنم که اصلا نان جو میخوره و شروع میکنه به ناسازگاری کردن و اینا. این یوسف یا همین مردش به ستوه میاد و از خدا میخواد که تبدیل به خرس میشه. وقتی که تبدیل به خرس میشه نمیتونه کارهایی که برای بچه‌ها انجام میداده رو به خوبی انجام بده. بعدش دوباره مجبور میشه یه دعای دیگه کنه، یعنی اون سومین درخواستش رو بکنه و بگه که شرایط به حالت عادی برگرده. شرایط به حالت عادی برمیگرده. زن هم فکر میکنه که همه این اتفاقایی که افتاده توی خواب بوده و حقیقت نداشته و اینجا هم آخرش میاد میگه که تو این حکایت اون 40 سال عبادت کرده بود که عملا مثل یه غبار پراکنده‌ای شد. بریم ادامه رو بخونیم. و مأمون خلیفه روزی گفت هرگز هیچ پادشاه مباد که اهل ستر را رخصت دهد که در معنی مملکت و لشکر و خزینه و سیاست با پادشاه سخن گوید و یا کسی را به حمایت گیرند که چون اجازت بیابند که به گفتار ایشان یکی را پادشاه برکشد و یکی را سیاست فرماید و یکی را عمل دهد و یکی را معزول کند، ناچار مردمان به یک بار روی به درگاه ایشان نهند و حاجتها خواستن بدیشان بردارند، از آنچه مر ایشان را زودتر به دست توان آوردند. و چون ایشان را رغبت مردم بینند و در سرای از لشکر و رعایا انبوه بینند،
تمناهای محال کنند و تدبیرهای فاسد به دست گیرند و مردم بد و بدکنش زود به دیشان راه یابند تا نه بس روزگار حشمت پادشاه بشود. تا نه بس روزگار یعنی در مدت کمی پادشاه حشمتش رو از دست بده و حرمت و رونق درگاه و دیوان برود و پادشاه را خطر باشد و از اطراف ملامت‌ها رسد و مملکت در اضطراب افتد و وزیر را تمکین نباشد و سپاه آزرده شوند. پس تدبیر این کار چیست تا از این همه غم رسته باشد؟ پادشاه را همان باید کرد که عادت رفته است و پادشاهان بزرگ و قوی رای کردند و خدای عزوجل فرموده است الرجال قوامون علی النساء، میگوید مردان بر زنان گماشتم تا ایشان را می‌دارند یعنی نگه دارند. اگر ایشان خویشتن بتوانستندی داشتن مردان را بر سر ایشان نگماشتی. پس هر که زنان را بر مردان گمارد هر خطایی و ناسزایی که پدیدار آید جرم کس را باشد که این رخصت داد و عادت بگردانید. و کیخسرو چنین گفت هر آن پادشاهی که خواهد تا خانه او بر جای بماند و مملکت او ویران نشود و شکوه و حشمت او بر زمین نیفتد یعنی بیارزش نشه، اهل ستر خویش را نگذارد و رخصت ندهد که در معنی زیر دستان و چاکران خویش سخن گوید و یا بر وکیلان و عمال و اخطاء خویش فرمان دهد تا عادت قدیم را نگه داشته باشد و از همه اندیشه ها رسته بود. و امیرالمؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه گفت سخن اهل ستر همچون ایشان عورت است و چنان که ایشان را برملا نشاید نمودن سخن ایشان هم نشاید گفتند برملا. اینقدر که یاد کرده شدند در این معنی بسنده باشد و در بسیار دیگر دیدار افتد و بدانند که مصلحت در این باشد. دوباره خواجه نظام الملک میاد یه مثال میزنه از مأمون خلیفه، میگه که نباید اجازه بدی که اهل ستر یعنی همون پوشیدگان میشه و معنی زنان رو میده که توی امور حکومت دخالت کنن. به خاطر همین که همه آدم ها میتونن روشون تاثیر بذارن، معمولاً به خاطر نیت و قصدی که دارن آدم ها رو مورد سرزنش قرار میدن و حرمت و رونق درگاه از بین میره و بهتره که پادشاه به روند قدیمی خودش کارها رو انجام بده و تا حرمت اون پادشاه تو اون مملکت باقی بمونه. حالا یه مثال هم میزنم، میگه اگه میتونستن زنها از پس خودشون بر بیان مردان رو بر اونها به عنوان سرپرست نمیذاشتن. دوباره بریم قسمت بعدی. خدای عزوجل پادشاه را زبر دست همه مردمان آفریده است و جهانیان زیر دست او باشند و نان پاره و بزرگی از او دارند. باید که ایشان را چنان دارد که همیشه خویشتن شناس باشند و حلقه بندگی از گوش بیرون نکنند و کمر طاعت از میان نگشایند و هر وقت ایشان را با ایشان می نمایند به زشتی و نیکویی تا خویشتن را فراموش نکنند و رسن فراخ نگذارند یعنی فرصت و مهلت دادن، چنان که هر چه خواهند کنند و اندازه و مجال هر یکی می‌دانند و از احوال هر یکی بررسیده می‌دارند تا پای از خط فرمان نتوانند بردند و جز از آن نکنند که مثال یافتند یعنی فرمان پیدا کردن یا فرمان بهشون داده شده. چنان که بزرگمهر بختگان روزی نوشروان عادل را گفت که ولایت ملک راست و ملک ولایت به لشکر داده است نه مردم ولایت را. لشکر را بر ولایت ملک مهربانی نباشد و بر مردم ولایت رحمت و شفقت ندارند. همه در آن باشند که کیسه خویش را پرزر کنند، غم بیرانی ولایت و درویشی رعیت نخورند و هرگاه که لشکر را در ولایت زخم و بند و زندان و دست غصب و جبایت و حظر و تولیت باشد، آنگاه چه فرق باشد میان ملک و ایشان که همیشه این کار ملوک بوده است نه کار لشکر. رضا ندادند که لشکر را این قدرت و تمکین باشد و در همه روزگار پادشاهان تاج زرین و رکاب زرین و تخت و سکه جز پادشاه را نبوده است. و دیگر گفت اگر ملک خواهد که او را بر همه ملکان فضل و
فخر باشد اخلاق خیش را مهذب و آراسته گرداند. مهذب همون آراسته بودن. گفت چگونه کنم؟ گفت خصلت‌های بد ز اندرون خویش دور کند و خصلت‌های نیک را بگیرد و کاربند باشد. گفت کدام است خصلت‌های بد؟ گفت این است: حقد، حسد، کبر، غضب، شهوت، حرص، عمل، لجاج، دروغ، بخل، خوی بد، ظلم، خودکامی، شتاب زدگی، ناسپاسی، سبکساری. خصلت‌های نیک: حیا، نیکخویی، حلم، عفو، تواضع، سخاوت، راستی، صبر، شکر، رحمت، علم، عقل و عدل. هر که کاربند این خصلت‌ها باشد ترتیب همه کارها بداند داد و او را در داشتن زیردستان و در احوال مملکت به هیچ مشیری و مدبری حاجت نباشد. خب قسمت پایانی این فصل که الان دیگه تمام میشه، فصل 42، در مورد این صحبت میکنه که پادشاه نباید اون قدرتی که داره رو، جایگاهی که داره برای حکومت مردمان رو به کسی بده، یا مثلا لشکریان رو که بر مردم میذاره که امور حکومت رو به نوعی به دست دارن، به حدی برسن که بتونن مثلا به مردم ظلم و بدی کنن و بعد هر کدوم از اطرافیان پادشاه و زیردستانشون حد و حدود خودشون رو بدونن. و میاد حالا مثال میزنه، میگه که بعد وقتی که پادشاه وقتی موفقه که یه سری خصلت‌های بد در اون نباشه و خصلت‌های خوبی رو داشته باشه. از خصلت‌های بدی که میاد نام میبره به حسادت و شهوت و حرص و دروغ گفتن و شتاب زدگی و ناسپاسی اشاره میکنه. خصلت‌های نیکی که نام میبره مثل حیا، تواضع، بخشیدن، راستی، صبر و علم و عقل و عدل اشاره میکنه و میگه که هر کسی که این خصلت‌ها رو توی وجودش داشته باشه و از خصلت‌های بد دوری کنه میتونه مملکت رو به خوبی اداره کنه. فصل 43 رو هفته آینده با هم میخونیم. خیلی کوتاه، 2 صفحه است و احتمالاً ابتدای فصل 44 رو هم با هم بخونیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا هفته آینده، خدا نگهدار.